وزارت تندرستی قرقیزستان شب 8 سپتامبر سال 2022 خبر داد که تا ساعت 22:00 دقیقه شماره کشته شدگان از طرف قرقیزستان در مناقشه اخیر در مرز با تاجیکستان به 59 نفر رسیده، شماره زخمیان 144 نفر شده است. بنا به معلومات فوری از ولایت بادکند رسیده، به مؤسسه های تندرستی بادکند جسدهای باز 13 کشته شده را آوردند. شماره عمومی کشته شده ها در جریان مناقشه مسلحانه در ولایت بادکند به 59 نفر رسید. گفته می شود در اطلاعیه وزارت تندرستی قرقیزستان به پایگاه خبری بامداد میسر شد که تا این ساعت اسم 24 نفر از کشته شدگان را از طرف تاجیکستان در جریان مناقشه روزهای 14 و 16 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را معین کند. این روی خط هنوز پوره نیست، زیرا تنها موردهای تصدیق شده علاقت شهروندان تاجیکستان در مناقشه اخیر در مرز با قرقیزستان 80 نفر بیشتر است. وزارت خارجه تاجیکستان در اظهاراتش از کشته شدن دست کم 26 نفر از ساکنان ملکی را تصدیق کرده است. مناقشه روز 16 سپتامبر یکی از خونین‌ترین مناقشه‌ها نه فقط در تاریخ نزاع‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان، بلکه در تاریخ بعد از شوروی نزاع‌های مرزی در تمام کشورهای آسیای مرکزی به شمار می‌رود.